پایگاه خبری پامیر دیلی نیوز که رویدادهای ولایت مختار کوهستان بدخشان را پیگیری میکند روز 1 ایول سال 2023 خبر داد که مقامات تاجیکستان اجازتنامه لیسه آقاخان را بازپس خواندند و این لیسه معتبر اکنون به مکتب میانه عادی تبدیل داده می شود. مقامات تا حال رسما این خبر را شرح ندادند، ولی چند منبع از میان خوانندگان و کارمندان لیسه آقاخان در خورخ به پامیر دیلی نیوز این خبر را تصدیق کرده گفتند که این لیسه روز 3 ایون سال 2023 به فعالیت خود پایان داد. لیسه آقاخان در طول سالها یکی از مؤسسه‌های از همه معتبر در بین مکتب‌های میانه در بدخشان به شمار می رفت و صدها تن از شاگردان آن به دانشگاه‌های معروف جهان و منطقوی داخل شده توانستند متخصصان ورزیده در ساحه‌های گوناگون شوند. پامیر دیلی نیوز تذکر داده است که وقت‌های آخر مؤسسه‌های مربوط به آقاخان در تاجیکستان تحت فشار بی سابقه مقامات قرار گرفتند. از جمله قبلا مقامات لاگرها یا اردوگاه‌های تابستانه در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان را که تقریبا 30 سال باز از حساب فاند آقاخان مبلغ گذاری می شدند بستند. همچنین در خورخ چند باغچه و کودکستانی که خدمات معروف آقاخان مبلغ گذاری می کرد دولتی کرده شدند. مقامات همچنین میمانخانه سیرین در خورخ و بناهای مربوط به اولین بانک مالیوی خرد و MSDSP یا برنامه پشتیبانی از رشد کوهستان را مصادره کردند و بنا به اطلاع پامیر دیلی نیوز داستانی ولایت مختار کوهستان بدخشان به دادگاه در مورد دولتی کردن مرکز طبی آقاخان در شهر خورخ درخواست رسمی ارسال کرده است. پامیر دیلی نیوز تذکر داده است که مؤسسه‌های آقاخان در طول سالهای زیاد در ولایت مختار کوهستان بدخشان عهدهداری‌های اجتماعی حکومت را اجرا می‌کردند و با این بار تأمین برنامه‌های اجتماعی را برای حکومت سبکتر می‌کردند. طی 1 سال گذشته بعد سرکوب اعتراضها در بدخشان ساختارهای گوناگون مربوط به آقاخان در این ولایت مختار و در عموم در تاجیکستان به فشار جدی از جانب مقامات دچار شدند و در پی لیسه و لاگرها و کودکستان‌های آقاخان، پارک خورخ و میمانخانه سیرین در مرکز بدخشان خوف دولتی کردن دیگر ساختارهای تجارتی آقاخان در تاجیکستان نیز وجود دارد.